میگفت وقتی میخندی دندونات شبیه اسب میشه. دیگه نخندیدم. اگرم میخندیدم سعی میکردم جلو دهنمو بگیرم. میگفت این لباسا چیه میپوشی شنبه یک شنبه؟ میگفتم بابا کلی پولشو دادم، چی میگی؟ میگفت چه فایده؟ پول میدی سلیقه نداری. بعدها که رفتم دندونامو کامپوزیت کنم، عکاس اون کلینیک گفت میشه چند تا عکس قبل و بعد ازتون بگیرم؟ گفتم بله. دکتر گفت ولش کن، نمیخواد. عکس قبل و بعد مال کسیه که یه تغییر محسوس بکنه. ایشون دندوناش صاف و مرتبه، حالا میخواد کامپوزیت کنه یکم سفیدتر بشه. یه رفیق داشتم خیاط بود. گفت میخوام با کیسه برنج لباس بدوزم. میخوام نشون بدم من اینقدر ماهرم که هر کسی این کیسه برنج رو بپوشه بهش میاد. یا تو ورزشکاری خوش تیپی اینو بپوش، ما 4 تا عکس بگیریم. اونجا فهمیدم این آدم اصلا نمیخواست منو درست کنه. اتفاقا سعی میکرد خرابم کنه. اگه کارت به جایی رسیده که میری جلو آینه وای میسی دنبال عیب و ایراد خودت میگردی، بدون تو ایرادی نداری. عیب و ایراد روت گذاشتن. تا حالا دیدی کسی کیفیت زندگیش از ما بهتر باشه راجعمون صحبت کنه؟ کدوم پولداری رو دیدی به فقیر بخنده؟ هر طور که نگاه کنی اونی که سعی میکنه خرابت کنه از هر جهت از تو پایین‌تره. زورش نمیرسه خودش بیاد بالا هم قدت بشه، میخواد تو رو بیاره پایین. تو واسه آدم درستش هم خوشگلی هم خوشتی، ولی واسه آدم اشتباهش هر چی تلاش کنی بازم به چشم نمیاد. خواهشی که ازت دارم اینه نذار اعتماد به نفستو ازت بگیر.